بار دیگر درود میفرستم به بینندگان عزیز رادیو آزادی و به همه اون کاربران گرامی که همین لحظه ها ما رو تماشا دارند و منتظر سرخطای خبری روز هستند و شالوگ خوجه هستم چون همیشه در ساعت رسول 10 به وقت پراگ و ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 2 به وقت تاجیکستان در خدمت شما و فکر میکنم چون همیشه چند دقیقه رو به ما میبخشید و بعد از این بازم تماشای برنامه خبری رو فراموش نکنید که فراگیری موضوعهای مهم روز است. نشر مراجعت ویدیویی شراف‌الدین گدایف یکی از فعالان سیاسی و از مؤسسان گروه 24 بحث و سوال زیادی را درباره بازگشت اختیاری او به تاجیکستان برانگیخته است. برای نشر ویدیوهای ترغیباتی رسانه‌های دولتی درباره او مخالفان دولت مراجعت ویدیویی شراف‌الدین گدایف را نشر کردند که میگوید اگر در تاجیکستان باشد پس او را ربودند و او هیچگاه اختیاری به کشور برنمیگشت و به حکومت تسلیم نمیشد. رئیس جمهوری تاجیکستان با روزنامه‌نگاران در دوشنبه ملاقات میکند. هرچند مقامات جمله دفتر مطبوعات پرزیدنت در این باره رسما شرح نمیدهند اما حداقل 3 دعوت شده این وخوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند وخوری پرزیدنت با روزنامه‌نگاران نصف روزی امروز صورت میگیرد. به قول منبع به ملاقات پرزیدنت اساساً سردبیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های دولتی دعوت شدند. ظاهراً در این وخوری مسئله فعالیت رسانه‌های رسمی بررسی میشود. در تاجیکستان بسیار کم است که پرزیدنت با روزنامه‌نگاران وخوری کند. بار اخیر وخوری خوسه امالی رحمان با ژورنالیستان در جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیک در سال 2012 اتفاق افتاده بود. با این همه امالی رحمان در افتتاحیه یگان تلویزیون یا رادیوی دولتی با روزنامه‌نگاران صحبت‌های سریراهی انجام می‌دهد. و اگر یادتون باشد از جمله ماه اکتبر سال گذشته پرزیدنت تاجیکستان در افتتاح تلویزیون خوجند از کار تلویزیون های دولتی تنقید کرد. خب بینندگان عزیز همکاران ما این موضوع رو پیگیری دارند و در صورت پیدا شدن امکانیت و معلوم گشتن جزئیات ملاقات امروزه برای شما در این باره معلومات خواهیم داد. شکایت مردم ناظران ملیسه دوشنبه را به خیابان‌ها برآورده است. مشکل راه و نقلیات از دردسرهای اصلی دوشنبه گفته می شود که تمام سالهای استقلالیت راه حل خود را تا به حال پیدا نکرده است. همیشه این بخش کار شهرداری مورد انتقاد ساکنان و رسانه‌ها تا به امروز قرار دارد و مشاهده‌های یک روزه خبرنگاران رادیو آزادی همراه با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل در راه‌های دوشنبه هم نشان داد که نقض قاعده های راه به یک عمل معمولی تبدیل یافته است. مثلا راننده را که پلیس برای در بالای خط راه ایستادن بازداشت الکی سندهایش برای همین گونه قانون شکنی در شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی بود. اگر میخواهید شما نیز بیننده عزیز قانون شکنی در راه را ببینید پس در برنامه خبری گزارش را در این باره تماشا کنید و همین لحظه که من با شما صحبت دارم ولادیمیر پوتین پیام سالانه اش را به پارلمان روسیه ارائه دارد. انتظار می رود که پوتین بیش از هر چیز امروز راجع به مشکلات معمولی که کشورش با آنها روبروست سخن بگوید. این پیام در شرایط ارائه می‌گردد که طبق نظرسنجی‌های عمومی محبوبیت رئیس جمهوری روسیه به شکل بی‌سابقه کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح در طی 13 سال اخیر رسیده است. منتقدان میگویند ولادیمیر پوتین با فشار سرکوب و به حاشیه راندن مخالفان سیاسی خود تقریبا قدرت را در قبضه خود نگه داشته است. آرزوی شوهر ثروتمند خارجی زن را به قربانی قاچاق انسان تبدیل داد. در برنامه امروز از سرگذشت زنی برای شما میگوییم که شوهر چینی کرده و به چین کوچید اما مدت 1 سال مورد تحقیر و عذاب جسمانی و جنسی قرار گرفت و به اصطلاح به خلاصگر زور شد. این قضیه با چه انجامید در برنامه برایتان تفصیلات میدهیم و باز یک خودکشی و این دفعه ساکنین ناحیه حصار. مقامات انتظامی تلاش دارند معین کنند که چرا مرد 25 ساله خود را به دار آورد. هرچند نزدیکان این جوان مرد میگویند بیکاری و تقاضای پرداخت الیمنت از طرف دادگاه این مرد را به سوی دار برد. درباره این حادثه برای شما جزئیات میدیم و هم در یک گزارش دیگر خواهیم دید که
ساکنان تاجیکستان عامل‌های افزایش حالت‌های خودکشی را در کشور در چی می‌بینند؟ خلاصه بینندگان عزیز، این تنها چند از خبر و گزارش‌هایی است که ما بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و موضوعهای روز دیگر که تا شروع برنامه خدا خواهد به دست ما برسد ما حتما در این باره برای شما خواهیم گفت. من با شما خداحافظی نمی‌کنم و بعد از 3 ساعت دیگر طوری هم گفتم چون همیشه شما را منتظر می‌شوم. تا اون وقت خدا نگهدار.